از ملاحظات تعاریف گوناگون در خصوص شهروند دو معنای کلی استنباط می شود. نخست شهروند به معنای بشر و نوع انسان که مصادیق آن شامل تمامی انسان ها می باشد. از هر جنس و نژاد و رنگ و کشور و دین و مذهب. دیگر شهروند به معنای انسان های ساکن و مقیم در یک کشور، اعم از اتباع و بیگانگان که در سرزمین یک دولت و کشور و تحت قدرت آن دولت و کشور هستند. با توجه به آنچه بیان گردید، تعیین مرزهای مفهومی بین حقوق شهروندی و حقوق بشر حائز اهمیت می باشد. رابطه این دو به 4 صورت زیر قابل تصور است. 1. حقوق بشر اعم از حقوق شهروندی. 2. حقوق بشر مساوی حقوق شهروندی. 3. حقوق شهروندی اعم از حقوق بشر. 4. حقوق بشر